السلام علیکم برادران و خواهران عزیز. من مادر محمد می باشم. محمد 1 سال و 4 ماه دارد. او به کسلی DCP به بیماری DCP گرفتار است. 1 سال و 4 ماه می شود که خودم طبابتش کردم، چه در تاجیکستان و چه در روسیه طبابت کردم. اما ما بیمارخانه یافتیم که میگوید در 1 ماه 85,000 در کار است. در 1 سال میشد قریب 900,000 روبل. 900,000 روبل به طبابت 100% ساز شدنش 5 سال دوام میکند. از همین سبب من از شما برادران و خواهران خواهش میکنم که به قدر کافی هم که باشد به من یاردم رسانید تا اینکه پسرم را طبابت کنم. محمد تا حال 1 سال و 4 ماه دارد. تا حال گردن گرفتگی نیستد، قدم ماندن نمیتواند، خود را تاب دادن در جایش نمیتواند. سرش را ایگی گفتم ایگی کردم، امرتی گفتم امرتی کردم، اوزی گفتم اوزی کردم. همه دیاگنوزاش هستند، اما به قدر مبلغ ندارم که پسرم رو طبابت کنم. از شما خواهش میکنم که به من